سلام و درود بچه ها، خیلی خوش اومد به پارت آخر بازی چنج توگیدر. بالاخره به این خورشیده رسیدیم به همراه مت تیوی. مت چطوری؟ بالاخره سلام بچه چطورید؟ بالاخره با هزار تا فشار خوردن رسیدیم پارت آخر براتون بگیریم. آره بچه ها، لایک و کامنت و ساب هم یادتون نره. تو کامنت هم بنویسید این بازی چطور بود، خوشتون اومد یا نه. بچه ها پارت یکیشو شما خیلی زیاد دیدید، ویو خوب خورد، ولی پارت دو سه و اینا ویو خیلی پرید. اصلا روز اول گذاشتم 13-14 تا ویو خورد، بعد دوباره روز دوم اومدم دیدم 5 تا، دوباره الان 2 روز گذشته شده 12 تا. حمایت نمیکنید خدایی، آدم انرژیش اصلا گرفته میشه. ولی خب ما بازم میریم بچه، نه حمایت هم نشه باز ما تا تهش میریم. چرا انقدر بلند بودین؟ همین اول کار این همه حرف زدیم، این همه راه اومدیم ما. نه حاجی خیلی بلند بود. آره بیا نرو بالا دیگه، بیا بریم این براجی. واو، خواستم از چوبا برم بالا. بانوی زیبا، بیا اینجا بانوی من. پشتش فولادیه داداشون، همه جاش فولاده. یا الله ماره بچه. اون خورشید رو میبینید زیاد راهی نمونده، این پارت فکر کنم زیاد تایم نگیره و البته بستگی داره به چند دفعه بیفتیمه، چون میگن پارت آخرش یه ذره سخت مراحل چیده. حاجی اگه مثل آدم بریم یه چیز سخت نیم. اوه پسر سوار قایق نکنه باید بشین. آره دیگه بنازم اونوری میره اونا. زئوسه سب کن، آروم نیفتی فقط اینجا رو. حاجی بیا اینجاش یه ذره ایزیه. آره اینجا ایزیه. خدا رو خوردیم داداش. بیا بابا بیا، نخواستیم حرف میزنی. بیا این لبه وایسا، میره سمت جلو. بیا لبه وایسا، اون لبه بیا لبه سرعت بگیره. آها میخوای یه میان بر بزنیم از اون ور بریم؟ چرا انقدر زود میپری؟ لامصب اومده بود دیگه. 1 2 3 بگو بابا. برو شرمنده بچه بعد 4-5 روزه اومدیم دوباره پارت 4 رو داریم میگیریم، آخرین پارتو. یه ذره یه مشکلی هم پیش اومده بود که مثلا بعد 2-3 روز داشتیم براتون ویدیو میگیریم. حالا سعی میکنیم دیگه هر روز براتون ویدیو بگیریم. شرمنده. یک ضرب بیا داداش. آخ اینجا رو باید سری میرفتیم، نمیدونم چرا. حاجی قبول داری یه ذره ایزیه. نه اینجا بچه 4 نفره دیدم داری میای تایم میده. مت اینجا رو 4 نفره بیای، آره تایم میده، بعد از اینا تون بریم. اوه حاجی بازم رسیدیم، خیلی جان باید بزنیم. ولی نمیدونم چرا برای ما تایم نداره، مثل اینکه 1 نفره و 4 نفره. نه داداش حالا خود داری میگی 4 نفر، اما 2 نفره شون. اینور بگی بابا. یه راست بپریم. عالی خوبه، هم فکریم، خوشم میاد. وای این از اوناست که دوباره روش باید بریم. حاجی وایسا 2-3 باری باید بریم. روی این باید بریم، باید بره اون بالا. اونا نگاه بریم. حاجی وایسا اینا قریب نمیشه؟ کوچیک میشه. وای باید فاست بریم، نگیر لبه دیوارا. 1 2 3. وای نه بابا کجا رو میری؟ زیرتو نگاه کن وقتی آویزونی. بابا من هم اول شک کردم که فست باید بریم. شک چی کردی؟ بیا بچه ها تو رو قرآن نگاه چی کار را میکنه. اوی لامصب. خب بچه دوباره به این یه لحظه وایسا. ببین بذار پیش بینی کنیم. مستقیم میریم، بعد بریم چپ، بریم اون لبه رو بگیریم. خیلی راحته، فقط باید بپری. اینطوری باید بپری. چپ و راست نپر فقط بچرخونی. بریم 1 2 3. اصلا با دبلیو موس بیا، راست میگی. بابا حاجی گرفتی ها. وای چه جوری من پریدم. حاجی نمیدونم دیگه ولش. نمیدونم چطوری رد کردم، فقط رد کردم. بچه رکوردیم دیگه. خب خوبه. پریشی هم داریم باز. اینو تو پارت قبلی هم بود. آره تو پارت قبلی اینا رو داشتیم. بیا بچرخ. از من بپرم ولی دکمه‌شو بزنم. بزن. آماده ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی. رسیدیم نوکش. بگیر نرده رو. نه خوبه اوکی. زیاد پایین هم نیفتادیم. چقدر راهه. خورشید نگاه بالا سره.
آره اون ته بازیه دایی. زیاد نمونده. پارت آخره. بودو. پارت آخرم میخوام بچه‌ها بترکونید. آقا تو هنوز یاد نگرفتی این شیفت و دبلیو با هم لبن چیکار داری؟ 1 2 3 شیفت رو بگیر. آخ لگو بازی فریز شد لحظه. بابا آروم 1 2 3 اون بر بنده اون بر از اون بر ایو بگیر حالا دبلیو نه آها برو عالی حداقل فهمیدیم بچه چجوری بگانری 1 2 3 وایسا نه تو نه ای بگیر ای چرا نمیکشد سه حاجی یه چالش همینو بپریم یه راست لبر نه نمیرسه بعدی 1 2 3 بپر نه وای من دارم اون وسط جیغ میزنم. کجا میری؟ این ور حاجی واسه کلم پیش کردیم پیرمرد پرهاشی میخوای فست بری یا بسین توی سوراخه چیه؟ هیچی میبینی هیچی نصیبمون نشه. بیا توش موز بریم. خیلی گلم میپره. اینه که ردیم بابا بیا. بچه خواهرم اومده بغلم. یک آقا تو هنوز نفهمیدی بپری بعد دبلیو رو بگیری؟ برو دیو بابا این وره کجا داری میری؟ میخوای بپری پایین؟ نه چیزی نیستی. نه داشت فکرم زیرمون خالیه داداش. اشتباه زدی یه چیز توهم میگیری میزنه چه وات حاجی دیدی؟ چه کاری میکردی؟ حاجی فکر کنم پارت آخر همونجا باشه. بالا سرت نگاه همونجا. باید تا خورشید بریم دقیقاً. آره همونجا. ای جانم فهمیدم باید چیکار کنیم. بیا بچه یه جوری فهمیدم انگار من نفهمیدم. خب بچه این نیزه ما رو رسون اینجا. ای بابا دوباره حاجی تو پارت آخر ما رو ول نمی‌کنی. تو لحظه آخر ما رو نمودی ها. یا اول بعد 1 2 3 1 2 3 1 2 3 که هماهنگ شدیم بابا تموم شد. یه باگ ریزی برام خورد. برام خورد لگ منظورت؟ آره بابا زیر تو ببین. چرا بر من نپری؟ بابا این چه کاریه میکنیم؟ وای اینو بچم برعکسه. 1 2 3 1 2 3 وایس نه بابا 1 2 3 تموم شد. وایسا این بذار این رو کدوما میره؟ رو وسط بعد وایسین. سومی بیا. آره دیگه وایسا حاجی ببین 2 تا میریم وای میسیم. رد شد. برو جلو تو. بیا اینجا وایسا بیا مستقیم بعد بپریم. اوی وایسا همینجا. خب بعدی رد شد چپ راست حله. برو حل. بودو راست. وای اوکی وای حاجی سنگاش رد شد میریم دیگه تمام. بودو وای از رو سرت رد شد دیدی؟ آره بریم بیا بالا. الله اکبر یا علی. وای ماما چجوری بیام بالا؟ منو بکش نمیاره. حاجی وایسا یه دقیقه وایسا بکش. آها اومدی؟ ولکام بیا بچه خیلی جامپای گنده باید بزنی. جامپاش گنده کرده. لبره بگیر. بیا حاجی وایسا. اینو بلدم وایسا. حاجی اینو باید بچرخونی. آره برو وای دوباره این زردا. وایسا بریم. تا کجا میاد جلو؟ خب بریم.
نه 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 وایس لبه نه 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 این بر وای وای لبه نگیر چرا لبه گرفتی حاجی افتادیم محل چینیا باز. بچه دوباره اومدیم این دفعه امیدوارم لبه دیوار رو این مت نگیره. لبه چه اینجوری گفتم لبه دیوار بچه گرفت. لبه دیوار بیا لام هستم. چی کار کردیم چی شد رد شدیم نمیدونم فقط رد شدیم. اوه بازم رسیدیم. نه 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 زیادی وایسادی تو. نه یا تو دیگه روشی. همین برو. بنازم. حاجی اینا هنوز دارن میافتن. آره حاجی. بیا بالا بچه جون. یا اول بس دارم هوا تو همه چی که خوبه با تو نمیپرم بالا. بچه ها تو این آب نیاف وایسا ببینیم الکی. آره. نه الکی نی بیا زیرش خالیه. مطمئنی؟ آره وای بچه ما یه بار اومدیم بیافتیم تو این آب تو پارت 3 یا 2. آره بچه ها یادتون باشه رفتیم رفتیم تا ته آخر پارت 3 بود بچه ها یادتون باشه همون چک این نری بیرون بیرونش نری. بیا بالا بیا بالا تر اصلا بیا بالا رو سقف. آها بپر بیا رو سقف بپر. به نازم بابا اصلا روش ایزیه اینا بابا برام. اصلا سقفو بگیر لبه رو بگیر لبه دیوار بگیر لبه دیوار بگیر. گرفتم همون بابا اینا برام ایزیه. سلطان میامورای نامنظم کامنتای نیست. چیکار میکنی؟ جوری حاجی چرا خالی بود؟ خب بچه ما بلوش آمدیم 100 متر ما رو برد بالا. همین اول نگی همون بر بنده. آها حاجی نگاه. نه از اون بر بنده خودتو. وایسا بیا بالا حالا محمد منو کیش بالا. بیا عزیزم 1 2 3 چون آقا جون میزنی دیگه. تو چرا افتادی؟ بیا بالا بابا گیر کرده کلش. این و بیا. آجی وایسا آقا وایسا یه دقیقه. اوه سخته دورو میگه میپره. 1 2 بابا یه بار جام بزن. آجی بپر همینو بپر. همینجوری برو. بنازم. یه پر بچه‌ها یادم اینجا یه پر بود. اون سمت راست رو نگاه کنید روی بشکه دبه. خب بچه‌ها پر من باید بگیرم. بچه‌ها یه پر دیگه هم یادتون باشه تو ارتفاع. فکر کنم 8 تا پر گیرنوی. آقا یکی حاجی بیا حاجی بینم اینجا. اوکی بچه‌ها اومدیم به پر ببینیم به گاه رفتیم. آقا پر ول کن. پر نه بچه‌ها ارتفاع 3125 یه دونه پر روی این دبه هست. دبه چی؟ تنبکه. بچه‌ها من فکر کنم این 1 2 تا دونه دیگه پر باید بگیرم. یک حاجی واسه بگیرم. نه بچه‌ها روی این تنبکه. اینا اینجا گرفتیش؟ نه گرفتیش؟ نه حاجی نمیگیرش. گرفتش برو. نرو بعدی بیا بچه رو اون تنبکه که دیدید رو اون برید پره رو بگیرید. بندریه بچه‌ها. خب بچه این بالاخره ما رو آورد بالا. بچه به نظرتون چقدر مونده؟ اوه خورشیده. زیاد نمونده یه نسترا مونده. حاجی این دیوار میخوای بری بالا مگه؟ منطق بچه منطق. ببین و اینجا یه راه باید پیدا کنیم برای بالا رفتن این دیوارا. حاجی اینجا. حاجی این خیلی باید اینا نریم رون 1 2 بیا خاک تو سر کاری من ریه. حداقل لبه رو میگرفت. بابا بذار من لبه رو ول کنم. دوباره از اینا من چپ.
بذار من بیام بابا. حاجی بیا این بر، برو یه سمتی این بر آبه. وای برو اینجا، بیا اینجا حداقل. اوکی وای افتادیم از اول. وای الان تشنج میکنم، اعصابم دیگه خورد داره میشه، یه چیو میزنم میارم پایین. بپر 1 2 3. اوی وای بودو 1 2 اینو بعد فاست بریم. برو فقط بودو. لبه ها رو نگیر، سعی کنی جون من لبه رو نگیر، فقط اونایی که بلنده رو بگیر. شیفتو بگیر. نمیشه بگیر شیفتو. جون من فقط لبه های بلند رو بگیر. تو رو خدا حاجی یه ذره، حاجی یه ذره. خدا. علی یه ذره. علی یه ذره مونده. علی بودو. علی بودو تو رو قرآن. تو رو خدا لبه رو نگیر. ثانیه آخر لبه رو گرفتی، سکته رو زدم. یه لحظه تشنج کردم. بچه من گفتم افتادیم. همون رو رفت پایین. 1 2 3. بچه من میافتادیم فشار میخوردم. کجا؟ وایسا یه بلدم، یه میان برد. بیا بپری لبه دیوار رو بگیری. آفرین. وایسا بذار دوبار بگیرش. بیا هیچی برو داداش. حاجی بپرین اولیو بگیر. وایسا از اولی بپریم سوم. 1 2 3. حاجی چرا اونطوری شد؟ نمیدونم، فقط برو هر چی شد دمش کرد. خیلی سم بود. این دوباره از اوناست. حاجی خیلی چه آهنگ ملایمی هم بچه پخش داره میکنن. بچه برای من آهنگشو قطع کردم. منم باید قطع کنم ولی وسط پروازیم. بذار منم بچه قطع کنم آهنگه. یه دیگه کپی رایت. This is copy right. اوی برو. بیا دیگه بچه های خوب و زیبا. وای خورشید همین بغلمونه رسما. چیکار میکنی؟ وایسا 1 2 3. دو ظرف. اصلا کدوم ور باید بریم؟ این وره. این ور. بیا 1 2 ظرف. بیا بابا 2 ظرف. بیا بابا بپریم لبر بگیریم. نه نمیشه. الان میپریم میگیریم. اومدیم جای جدید. بچه اینجا بهش دار دراگه چه؟ اصلا دیگه حرفی ندارم. دی گاردن رو میگم گاردن میشه چیز. یه کلش آف کلنز گفتم. این وری نه. چرا اینطوری شو؟ بگی لبه رو بپر. پریدن تو سلوات. آجی واسه آجی باز داره به من میگه بابا یه بار جام بزن لام هسته. من جام میزنم 2 دفعه هم میتونم تعادل کنم. آجی چقدر قشنگه یه گشت ناموسه. بهشت دیگه بچه. مثلا اومدیم الان بهشت اومدیم و از جهنم و شهر فرار کردیم. انگار الان دیگه مرده بودی علی. یه پر اینجا یادم اینجا. بگو من بگیرم ایناش بچه یه پرم اینجا که الان مت کجا بچه بنازم 10 از 10 جمع کردم. 10 از 10 بچه تمام. ویدیوی بعدی قطعا با پر. اگه البته این ویدیو آقا وایسا این ویدیو اگه چقدر ویو بخوره 100 نفر ویو بخوره. آره این ویدیو بچه اگه 100 تا ویو خورد من ویدیو با پرش هم میام براتون میگیرم. 2 نفره پرم داری. بیا 1 2 تو. بچه من پرا رو گرفتم و گفتم تو ویدیو. برو یه صدای میور اومدش. این دوباره باید بچرخه. لبش وایسی سریعتر میچرخه. آجی ما با نه من الان لبش وای میسم میافتم. بابا تو رو جان من کاراکتر من یه دفعه بلند میپره. کاراکتر تو یه دفعه بابا 1 2 3 نه. بپر اصلا عجولی. 1 2 3 وایسا به من میگه عجولی. بابا یه دقیقه وایسا. الان برو 1 2 3 1 2 3.
یک دو نمیخواد کوره بابا 1 2 3 بیا بری مثلا هر کی وایس خره من نمیدونم مثلا نباید وایسی آجی هر کی وایس خره اوکی خوب ولی بلش کن اما نگرفت بیا نه محمد دهنت بابا بهشتر اومدیم رفتیم تو جهنم دوباره آجی بیا این رو حداقل بابا وای اوی خدا داری فشاریم میکنی برای بار دوم یا سوم بچه من قاطی کردم 350 متر بچه افتادی پایین پاره شدم برای رسما دیگه الان حوصله خودم هم ندارم آروم نه این دفعه نه بابا چرا اینطوری میکنی دوباره افتادیم همون گور به گوری وای من دیگه مغزم رد داده خب بچه برای بار 4 اومدیم این دفعه دیگه مثل آدم میریم بابا چه گویی داری میخوری من نمیدونم وای آقا این دفعه مثل آدم ببریم خیلی ایزی من نمیدونم بچه چرا نمیافتی آجی من هیچ حرفی ندارم من سکوت میکنم تا اینجا رو رد شیم امیر آجی آروم بیا نه جام نزن بابا میگم نزنیم نمیرسید 1 2 3 آجی بیا سمت راست نه این پره آجی اون موقع من خواستم برم سمت راست ما رو کشوندیم و 1 2 شانس تو گای بابا نگیر میپره وای اصلا برداریم میگه آخه بچه 400 دفعه این 300 متر رو اومدیم پاره شدم هر کدومش نیم ساعت وقت میبرد الکی میخندیدیم ولی فشار یه چک زد قشنگ زیر گوشه برو پایین بازی هم دستمون فشار یا خدا یا اول فر یا رضا جان رضا بیا رضا گیر کرده وایسا بپر وای با اون پرشر تو فقط به مرگ میرفتیم با این یخه بابا چی کار میکنی؟ چرا داری جام میزنی بعد؟ تو منو کشیدی برگشتی وری بعد رفتم جلو وای این یخه از اون برم این اوکی یه بپر بابا بیا اینجا وای عالیه باجی بیا اینجا بیا اوکی بپر اوه بچه نمیدونم چجوری رد کردی بچه به میگن خدایی شانسی لیز دیوانه وای برو چجوری سازن اینو ساخت وای چجوری ببین شانس خدایی شانس بچه من این تعادلیه خدایی میریم یعنی همینا This is a تعادل This is the reading تو ریدی من بالا وای اینا آجی وای چرا همش داخل یوتیوب دیده بودم بچه وای این خیلی سخته چرا همش هم چیزه شکلک آجی نگاه کن بذار شکلکا بره تابلو داره اینا نگاه کن اومده میدونم تابلوها رو باید بخونی بذار شکلکا بره شکلکا سخته دوباره شکلک اسپان کرد آجی شکلک کلا نگاه کن تعجب غمگین خنده شکلک رد شد بپر نه بعدی رو باید ببینیم 1 2 3 نه لبه نگید مات ابوالفضل مات داداش بپر 1 2 3 خواهی تو سرت بیا بالا سری لبه رو نگیر بیا بالا وقتی میکشم وای بپریم بچه برای بار سوم اومدیم آقا این زیرمون میریزه همینو بپر زیرمون میریزه لبه رو نباید بگیری وای اولی 1 2 3 آقا فقط تو بیا من شکلکا رو میخونم نپر وای
بگیر اونو وای. دایی این بار شکلک رد شد میریم اله. این بار جان من فقط لبه رو نگیر. هر کاری میکنه. 1 2 3 بودو. بابا این داره از چپ میچرخه، از چپ برو. بپر بابا چه کوری به قرآن گاو. حاجی بیا دارم میپرم دیگه. بپرم. آره اولی بنازم. لبخند غمگین بیا چپ راست چپ. وای چپ. وای بابا چپ گفتم چپ. بگی لبه. حاجی لبه گرفتی چرا؟ بیا بهتره 1 2 3 بچه برای بار 300 وای نسا این از پشت داره میریزه. وایسی تمام. لبخند غمگین ممتنه. بیا لبخند غمگین چپ تمام. بله آقا برو. چپ بیا پولمونم میده. غمگین لبخند غمگین چپ راست وای آخرش تو رو خدا رسیدی. چپ بیا ممتنه غمگین لبخند راست غمگین چپ برو راست. بپر حاجی بابا لام هستم من دارم طبق بازی رو. بپر وای بچه رد شدیم برای بار بچه این 5. کار حضرت فیل رد کردنش. من نمیدونم اونایی که رد کردن داخل کامنت ها بگن. بچه ها خیلی سخت بود. پار 5 بودش رفتیم ولی خوبه. وایس بیا الان میزنی میکشی. 1 2 3 وایسا بابا وقتی من میشمارم وایسا دیگه وجود نداره. باشه برو بچه شرمنده. باشه برو که ما الان وسط پایینیم دیوونه. شرمنده بچه الکی بچه افتادیم ولی خب خدایا شکرت که این دفعه برای بار اول رد شدیم. حاجی وایسا نپر. 1 2 3 عالی بود خدایا 1 2 حاجی چی؟ خواستم بگم بپریم یه راست مستقیم رو بگیریم. داداش میزنه تو سرمون. 1 2 3 راه آسون رو فکر کنم برم راه سخت دیوانه. حاجی اینا بپریم به 1 2 زیرت خالیه ها. چرا نپرید برای من وای. 1 2 3 آروم عجله نداری. 1 2 3 وای حاجی فقط ردش کن. وای حاجی من فقط جام زدم. من نمیدونم چطوری ردش کردم. همون مهم نیست فقط رد شد. حاجی وایسا نره دیگه. وایسا منو داری میکشی. حواسم بود. بیا تموم الان همینجا میافتیم بچه. وای بنازم چیه بابا دوباره این نامریاست. گفتم حاجی حالا خوبه زیرمون خالی نمیشه. ولی راستی اون هم زیرمون خالی میشد هم میرفت. نامرد بیا کامل. حاجی بپر یه راست رو بگی. بنازم. نترس سلطان چیکار داری میکنی سلطان؟ بابا کاراکتر من یه وقت به قول تو جام نمیزنه یه وقت جام میزنه اصلا از مپ میپره اون برتر. نگاه کن 1 2 بپر لبه 1 2 خاک تو سر 1 2 رو گفتم میپره. حاجی زنجیر کشیده شد. بچه خورشید نگاه کجا یه ذره مونده بچه. بذار ببینم. نگاه کن یه ذره مونده. خیلی کم مونده. تو رو خدا بچه تو رو جان من. بیا بچه وای بچه چیه بیا بریم. وای حاجی حاجی نه بپر میریزه. برو الان یه دفعه یکی دیگهش بخورد سرم. وای بچه وای آخراش ها. دیدی چجوری جام زد؟ جان من دیدی؟ نگاه کن اصلا وان نمیسته. جامپا رو نگاه کن بچه. این دفعه کاراکتر من دوپینگ کرده. بذار بچرخه. وایسا بذار این چجوری میچرخه. این 3 تا میچرخن اون 2 تا میچرخن. اوکی این 2 تا میچرخن. بیا چرخید برو حاجی بپر وای اینو دوباره باید بریم. وای خب بچه دوباره اومدیم. ببین این چرخید میریم. بله برو. خب الان بیا. وای لبه نگیر خیلی راحته. من نمیدونم مشکل چیه. بیا اینور وای خب
خب بچه برای بار سوم. آقا این چرخید بد. چرخید بد. چرخید بد. نکن این کارو. رضا نکنین. ماجی مردیم ماجی. برای بار چهارم بچه. برو. بذار بچرخه. خب تموم ایزی. بنازم. تموم. بچه ما الکی مسخره بازی در میاریم اما من اینا ایزیه. بابا گوه بازی که در میاریم خیلی. بگوستینیم چیه این کتابو؟ کتاب خدایان نوح. چه میدونم کتاب حضرت فیسا خود. اسب بابا دوباره این مردی که با فیوز اومد. برو وای باز این یارو اومد. زیرمون میریزی. پشتت خراب میشه. وای آقا برو اصلا خودشو نگاه نکن من بهت میگم. آقا من گوه خوردم. نمیخوام میشه پیاده شم. مادرت. نه وای اوجی اینو نمیشه اینو نمیتونم. وای تو رو خدا نه داداش با بار اول بعد ردش کنیم. رفتم داداش تمومه. وای داداش چه ذره مونده. بابا رانندگی با این به خدا خیلی سخته. دور جونم مادرت. این چیه؟ تدریخ. وای پشتمه. تو رو خدا ریخ. تموم. وای دهنت سرویس سازنده. حاجی بیا اینا رو باید بچرخونیم. اینو بلدم. باید چیز کنیم. روشون رو شبیه هم کنیم. یکیش وایسا. تموم. چی اومد جلوی؟ بچه واسه ببینیم توش چیه نشون میده. تلسکوپه ولی چی نشون نمیده. بزن واسه. نه یه ستاره داره نشون میده. یه چیزی بچه ها نمیدونم میبینن یا نه. یه چیزی توش برق میزنه تهش میبینی وسطش. وای آره. برو حاج ولش کن برو. بچه ها رو نمیدونم میبینن یا نه ولی خب بیا بریم. آخراشه بچه. خورشید بغلمون. نگاه کن خورشیدو. باورم نمیشه این بازی رو تموم کنیم. اونور اینور. عجب آی کیویی داری تو. ساعت اول کوچیک رو درست کن. مت. این وری میگم. بیا رو این. بابا این قرمزه رو کوری بذار رو این قرمزه. تموم. حالا گنده هم بذار رو این گنده. تموم. مت فقط میچرخونه. تمام. بابا همین آخر کار ما رو اگه تو بفهمی. بچه تمام بچه نگاه کنید. تموم. حاجی تمام. بچه 3000. اوه. Look at you, proud and hopeful. But remember, every trial, every moment of دوباره despair, پیرمرد درست it was all my orchestration. ریشای منو. You may have survived, but the game never truly زنجیرم باز شد. از منم باز شد. The world is a chessboard. آزاد شدم. حاجی واسه نه. از دست تو راحت شدم. دیگه اصلا خدا. آقا من میخوام برم. من میذارید برم. آقا میخوام برم. ولم کن به من نچسب. بذارید من برم آقا. تو رو خدا نمیذاره. بیا اینجا. آجی نمیشه بازی رو تموم کردیم نمیذاره بریم. آخه بچه‌ها نگاه کن راحت. برو به خودت برس. من نمیام. راحت شدم. درک. آجی اسم نویسنده ها و کارگردان ها و سازنده های این بازی بچه دارید میبینید. دمشون گرم. امیدوارم یه پارت 2 از میگن این در بازی هم بهش براتون وا میشه اینجا. در بهش برون وا شده. وا کردم. واو. یا الله. انگل منو قشنگه. نمیکشی. خداحافظ شما. رفتم تو خورشید. خب بچه یه ویدیو تهش داره دوباره نشون میده. کانتینیو رو بزن ببین یه ویدیو بهت نشون میده. وای حاجی نکنه باز یه مپ دیگه میخواد واشه. فکر کنم بچه‌ها یه مپ دیگه میخوام بسازن. درسته نگاه کن سنگا ریخت و اینا در اومد و این یارو اسکلتی اومد برات. آره. بک تو منیو. مین منیو چیه؟ لیز ویت. میگه پلیرها هنوز فینیش نشده. مثل اینکه بچه‌ها قراره یه این تیکه آخری که نشون داد قراره یه مپ دیگه بچه‌ها من اومد بیرون تمام شد. بر منم
اومد بیرون. وای بچه خیلی فشاریمون کرد پارت آخرش. نه زیاد ولی آره یه جاییش واقعا خیلی افتاد. مرسی بچه که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این بازی فشاری خوشتون اومده باشه. امیدوارم پارت 2 هم بسازن. به بچه‌ها گفتی بیارن چیو یادشون نره به 100 نفر برسه. آره یادتون نره بازی. این ویدیو اگه 100 تا بازدید بخوره من دوباره میایم ولی این بار با پر به علاوه لاوا. آره یعنی لاوا هم اضافه میکنیم با پر. یه بچه بذار بهشون نشون بدم. بچه نگاه کنی وقتی ما میسازیم اینجا مود داره. خب مود نرمال و لاوا و زنجیرا رو میتونیم عوض کنیم و اینا. من چیز میکنم اگه حمایت بشه 100 تا ویو بخوره مود لاواشو میگیریم به علاوه پرم اینها. نگاه کنید یه همچین گزینه‌ای به اسم یوز وینگ میاد براتون پایین. تیکش رو روشن کنی یه همچین نوشته‌ای برات میاد که میگه به رکورد بزنید براتون ثبت نمیشه که ما مهم نیست. میریم اینجا من میسازم لاوا مودش میکنم با مت با هم بازی میکنیم. امیدوارم این ویدیو هم خوشتون بیاد. پس یادتون نره 100 نفر خب بچه ها دمتون گرم ویدیو تماشا کردید. یادتون نره حرفای پتو تا ویدیو بعد. خدافظ.